سلام. اینجا یونیشف. خوش اومدید. اولین باری که این غذا رو درست کردم و توی یه جمعی بردم و بقیه خوردن واقعا تعجب کردم. بیاین بهتون یاد بدم که چیکار کردم. آرد، روغن، مخمر، نمک و شکر اضافه میکنیم. یه خمیر میخوایم درست کنیم واسه پیراشکی و مینی پیتزا. خمیر رو قشنگ خوب برد میدیم. یه خمیر ساده میخوایم که پف کنه و بافت خوبی داشته باشه. خوب برد میدیم و میذاریم حجمش 2 برابر بشه. روشو میپیشونیم. 2 ساعت بعد میایم. قشنگ خمیرمون نرم شده نگاش میکنیم. اگه لازم داشت یه ساعت دیگه میذاریم بمونه. بعد به چونه‌های 50 گرمی تقسیمش میکنیم که هم برای پیراشکی استفاده بشه هم برای مینی پیتزا. این فینگر فودا فوق‌العاده است. توی هر مهمونی درست کنید شک نکنید عاشقش میشن. قشنگ همه رو شونه میکنید، شونه‌های 50 گرمی، و بعد از اینکه چونه کردید میذارید یه ساعت 2 ساعتی استراحت کنه. خیلی بافته خمیرتون ترد و نرم میشه. یه زرده تخم مرغ میاریم، رومال تخم مرغ میزنیم، همش رو رومال میکنیم که وقتی میزنیم توی فر مینی برگرامون رنگ خوبی بگیره. روش هم کنجد باشیم. اینجا میتونیم مواد پیتزامون آماده کنیم. خمیرا رو میاریم، با دست به اندازه دلخواه بازش میکنیم. خمیر واقعا خمیر فوق‌العاده‌ایه. قشنگ با دست بازش میکنیم. بعد از اینکه باز کردیم هر 3 تاشو سس میزنیم. اولین کاری که میکنیم سس زدنه. کف رو قشنگ سس میزنیم. بیاید جلوتر تا بهتون میگم چیکارش کنیم. خیلی شیک، خیلی راحت، خیلی خوشمزه. بعد از اینکه سس زدیم من میخوام از پپرونی استفاده کنم. شما میتونید از مواد مرغی که درست کردید بذارید و گوشت شرح کرده درست کنید. هر موادی که دوست دارید میتونید استفاده کنید. فلفل دلمه رو خوشگل خوردش میکنیم. ریز خورد میکنیم واسه روش. همینطور قارچ که تف نمیدیم، میخوایم خام بهش اضافه کنیم. اول یه لایه پنیر کفش میریزیم، بعد یه دونه پپرونی روش میذاریم، پنیر رو بهش اضافه میکنیم، یکی 2 تا قارچ خام میذاریم. نیاز نیست سرطفل قارچ خام بذارید، خودش پخته میشه. خیلی عطر طعم بهتری هم داره. فلفل دلمه‌ای که خورد کردیم و برای قشنگی و تزیینش میریزیم روش. این از این. بریم سراغ بعدیش. گوشت چرخ کرده. هر گوشتی داشتید واسه مینی برگر استفاده کنید، زیاد مهم نیست. فلفل، پودر سیر، جوز هندی بهش اضافه میکنیم. یه مقدار نمک. خوب ورزش بدید. قشنگ ورزش بدید. آموزش برگر، یه برگر فوق‌العاده حرفه‌ای هم واسهتون تو چنل میذارم، حتما نگاه کنید. بعد چونه‌های 50 گرمی رو برمی‌داریم، صافش می‌کنیم، شکل مینی برگرش می‌کنیم و روی چدن داغ قشنگ تف میدیم سرخ بشه. زیاد خشکش نکنید چون فینگر فود اکثرا قراره 3-4 ساعت بمونه. اگر زیاد خشک باشه خوب نمیشه طعمش. بریم ادامه‌اش رو ببینیم. مینی برگرهایی که خودمون درست کردیم ببینیم چقدر خوشگل شده در میاریم. قشنگ نصفش میکنیم. یه سس دلخواه، هر سسی دوست داشتید بزنید. من سس گوجه و کچاپ که با هم قاطی کرده بودم بهش اضافه کردم.
یه مینی برگر میذاریم. پنیر میتونید از پنیر ورقه گودا یا هر پنیر ورقه دیگه استفاده کنید، چون مینی برگر یه دونه‌شو میتونید 4 تا تقسیم کنید یا اگر بیشتر خواستید میتونید بیشتر بذارید. خیلی سلیقه‌ای و خیلی دلخواهه. یه تیکه‌شو برمی‌داریم میذاریم روی مینی برگرمون. چجوری میذاریم؟ یه جوری میذاریم که یه تیکش بیفته از اون سمتش بیرون که واسه شکلش خوب دیده بشه. من از اینجا از کاهو فرانسوی استفاده کردم، شما میتونید کاهو بذارید یا کاهو نذارید، ولی برای شکل بهترش خیلی کاهو فرانسوی بهتون کمک میکنه. گوجه چری داشتم من، گوجه گیلاسی برداشتم، 1-2 تا تیکه گذاشتم روش. اینا ترش‌تر، خیلی طعم باحال‌تری داره. درشو میذاریم و توش یه خلال دندون اضافه میکنیم، یه خلال دندون میزنیم روش و تمام. چند تا دیگه هم من درست کردم، ادامه‌شو میتونید ببینید. هر چند تا که بخواید درست کنید همینجوری ادامه میدید. این از این. بریم سراغ خوشمزه ترین پیراشکی دنیا با همون خمیری که بهتون گفتم. فلفل دلمه خورد بشه، خورد. پیاز رو هم به همین شکل خورد کنید تا بهتون بگم بعد چیکارش کنید. من اینجا از فلفل دلمه سبز و فلفل دلمه قرمز استفاده کردم، عطر باحالی داره. حالا پیازمون رو خورد میکنیم. من برای مرغش یه مرغ پخته شده از قبل داشتم، همونو خوردش میکنم و مواد اضافه میکنم. که مواد چی داخل پیراشکی بریزید دلخواهه، هر چی که خواستید میتونید بریزید، ولی من اینو انتخاب میکنم. خمیر خیلی مهمه، خمیر خوب و نرمی داشته باشید، خیلی مهمتر از اینه که مواد داخلش باشه. برای فینگر فود من این مواد رو انتخاب کردم، ولی دستور پخته حرفه‌ای تر و دستور پخته کامل توی پیج هست. برای تفت دادن پیازا میتونید روغن بریزید و اینجا کره ریختم. کره‌تون که باز شد پیاز رو میریزید، یه سرتف کوچیک بهش میدید و بعد فلفل دلمه رو بهش اضافه میکنید و بعدم ادویه‌هاتون رو بهش اضافه میکنید و بعدش مرغ و قارچتون. یه ذره خیلی کوچولو بهش آب اضافه کنید که پیازتون به قوام برسه. این توی پیاز سرخ کردن خیلی مهمه، هم زودتر سرخ میشه، هم پخته میشه، هم زیر دندون نمیاد. فلفل دلمه‌مون رو اضافه کردیم، قشنگ سرتف میدیم، بازم آب اضافه میکنیم که اصلا زیر دندون نیاد. قشنگ با موادتون یه دست میشه اینجوری. مرغ و بیاید بعدیش. موادمون آماده شد، خمیرمون هم که آماده است. با وردنه میافتیم به جونش، خمیر رو باز میکنیم، قشنگ باز میکنیم، نحوه پیچیدنش رو بهتون جلوتر میاد. قشنگ آموزش دادم که چجوری بدون قالب خمیر پیراشکیتون رو بپیچید. وردنه که بازش کردیم، مواد رو میذاریم داخلش و بیاید بهتون میگم که باید چیکار کنید بعدش. سعی کنید موادتون رو به اندازه بریزید که اگر مواد رو کم بریزی خوب نمیشه. اگر زیاد باشه خمیرتون پاره میشه، اگه کم باشه بعد از پخت هیچ موادی شما حس نمی‌کنید، انگار دارید خمیر خالی می‌خورید. خیلی باید اندازش یکسان باشه. خمیر رو از بالا میاریم روی اون لایه دیگه، من زوم کردم که ببینید، قشنگ میبندیمش. خمیر رو کامل ببندید که اگر نبندین توی سرخ کردن لبهاتون باز میشه و موادتون میریزه بیرون و روغنتون خراب میشه. اینجوری خیلی آروم آروم یه لایه رو میاریم روی لایه دیگه و کامل پیچیده میشه. و اگر هم قالب داشتید که خیلی راحت تره، ولی اینجوری دست پیچه خیلی شیک و خیلی جالبه. من چند تا دیگه شما آماده کردم، بریم ببینیم. فینگر فود بعدیمون رول ژامبون سوخاریه، با همون همراه باشید، خیلی جالبه. ژامبون سوخاری واقعا به نظرم خوشمزه ترین فینگر فوده. البته بعد از اینکه این پیراش رو خوردید میتونید خودتون نظر بدید. ژامبون سوخاری واقعا عالیه، ترکیب ژامبون و پنیر گودا.
محشره. توی روغن سرخش میکنیم. روغنتون زیاد داغ نباشه که خمیرتون بسوزه، اما یه مقداری داغ باشه، جوش نباشه، فقط یه قول بزنه. زیرشو کم میکنیم تو کامل قشنگ سرخ بشه. ببینید اگه روغن داغ باشه خیلی میسوزه. میریم برای ژامبون سوخاری. از خمیر یوفکا، نون نازک یا هر چیزی میتونید استفاده کنید. 2 لایه ژامبون میچینیم، یه ورق پنیر گودار، اگر بیشتر دوست داشتید بیشتر بذارید، اما یه ورق کافیه، شکل جالبی نمیگیره بعد از برشش. یه ورق بذارید. یه سس هر چیزی داشتید بذارید. من اینجا سس رنگی داشتم توی ظرفم ریختم، یا میتونید زرده تخم مرغ بزنید که البته سس بزنید خیلی طعم بهتری میگیره. زرده تخم مرغ ترجیحاً نزنید. چرا اینو میزنیم؟ که بعد از پیچیدن کامل بچسبه و باز نشه، چون میخوام توی آرد سوخاری غلط بدیمش، قشنگ شکل خوب داشته باشه. رولش میکنیم به این شکل. خوب دقت کنید که یکسان و یک دست رول بشه، خیلی مهمه. اضافهشو میگیریم. من پودر سوخاری داشتم اومدم رنگی کردم. شما میتونید توی همون پودر سوخاری ساده‌تون بغلتونید و استفاده کنید. اینجا توی یه قسمت از پودر سوخاری رنگ سبز ریختم که کثافتکاری شد، دستم رنگی شد ولی هیچ مشکلی نداره، پاک میشه. زرده تخم مرغ داریم. توی ظرفی میریزیم که قشنگ بشه غلطوندش. 2 بار این کار رو انجام بدید. یه بار توی زرده تخم مرغ، البته من زرده تخم مرغمو با شیر یه بار مخلوط کردم که یکم رقیق تر باشه. یکی دیگه شد به همون طریق قبلی که بهتون گفتم. اینجا توی آرد سوخاری رنگ قرمز ریختم. شما میتونید رنگ بریزید، رنگ نریزید، یا هر رنگی که دوست داشتید بریزید. همون کارا رو میکنیم و اینجا باز دوباره تو اون ظرف بزرگمون که شیر و تخم مرغ هستش میغلطونیمش. رنگ قرمز، آرد سوخاری، همه جاشو بگیره. بعد از اینکه این دوتا رو گذاشتید میتونید بذارید یه ساعت توی فریزر رو توی یخچال استراحت کنه که بافتش یه دست بشه که توی روغنتون راحت تر سرخ بشه. میارید و توی روغن تقریبا زیاد سرخش میکنید که یک دست سرخ بشه. اگر توی روغن کم سرخ کنید یه طرفش کامل سرخ میشه و یه طرفش کامل سرخ نمیشه. اینجا هم نتیجه کار. امیدوارم راضی باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره.